گوبرناتور شهر سنت پتربورگ در روسیه امضای فرمانی را به تأخیر انداخته است که به مهاجران کاری اجازه نمیداد با پتن همچون راننده تاکسی و یا کوریر در این شهر کار کنند. در صورت امضا این فرمان از روز 1 ایول حکم اجرا می گرفت. در کمیته حقوق و ترتیبات و امنیت در حکومت سنت پتربورگ روز 2 ایول گفتند که فرمان هنوز در بین اداره‌های دولتی بررسی و هماهنگ می شود. قبلا شرکت‌های تاکسی و خدمات رسانی می‌گفتند که اگر چنین قرار قبول شود قیمت تاکسی و حق کاری کوریرها در سنت پتربورگ به حد ناگفتنی بالا می‌رود. سنت پتربورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یگانه شهری نیست که مسئله از حق تاکسیرانی محروم کردن مهاجران کاری را بررسی می‌کند. چلیابینسک یکی از بزرگترین ولایت‌های صنعتی و مهاجر پذیری روسیه از سال 2019 مهاجران را از حق تاکسیرانی و مسافرکشی را محروم کرده است. در عموم کمش در 19 منطقه روسیه مهاجران از حق راندن تاکسی و دیگر کارها محرومند. مقامات روسیه میگویند قانون شکنی زیاد در بین مهاجران بی‌اعتنایی آنها به قاعده‌های حرکت که سبب مرگ مسافران می شود از سبب‌های اصلی محروم کردن آنها از حق تاکسیرانی است. با گفته مهاجران کاری که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد، این ادعاها بی اساسند و سبب این فرمان و قرارها تأمین کردن مردم تجاری با کار است. قرارهایی که با گفته مهاجران نتیجه نمیدهند چون مردم محلی میل ندارند به کارهای مشکلی چون رانندگی و کوریری مشغول شوند.